وقتی افتوبا میگرفتن یا موتوبا همه تاریکی میشید. بعد همون کلان ترکات دیگار پرو میکردن و میزدن خوشخوقتی و بچه ها میزدن که همین عذاب نتن گفتم افتوبا روشنی شود گفتم همه تاریک میشید. حادثه طبیعه که همین زمین و ماه افتوب یک رادیوس میده رو دیده نیم ساعت یا کمتر 15 منوت همین سایه میشن روی زمین با گشت میبرن. گویا همین زمین وقتی که محتاب روی افتاب میگیرن پیشتر تا دوره ریولوسی اکتبر ما میدونم دوره قدیمانه تقاروی هرچی آهنپاروی میزدن که گویا نمیدونیم میگفتن که اگر همی خیش شود نغز نیست باید همی یا میگفتن یا امر تاریکی میشود روشنی نمیشود دیگه خیزین باید همی خیل بکنین همی خیل ازام بگین همی صدا بتین که همو روشنی با پیدا شود وقتی که روشنی با پیدا شد با هیچ دیگه نمیکردن. وقتی پیغمبر خدا در زمان پیغمبر خدا وقتی که مهتاب گرفته میشه کسوف و خسوف میگفتن مهتاب و افتاب اینها گرفته نمیشه نورشو کم میشه و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم امر میکرد که شما نماز بخونید. وقتی که همین افتاب میگرفت همین نیمی افتاب سیاه میشید ها میگفتن افتاب گرفتن رفته هر بگی یک نماز بخونید اخش نماز میخونید اخش بعد میدیدیم همسایه طرف خونه همسایه دیگری آواز طرق کاسه و لگن می اومد های خیلی چی بود که بزنین همین چیزا سر بتن همین محتوا گرفتن یا یک همین چیز بود خیلی کم یک بشوری همین خلق بود به سعودی خلق بود چی بود که همین کرورا میکردن بعد ما همین گودر بودیم می اومدیم میکفتیم هم هر یک شیشه‌ای سیاسی شا میافتیم افتوا نگاه میکنیم که او اینا گرفتن این طریق کردن ما حکیمه گرفتن و یا همشون از اون با آواز بلند از اون میدادن نماز میخوندن بعد همون چیزای آهنی که بودن هم وقتی کلتک بود آهن بود چوب بود همون را میکفتن میزدن که همین روشنی پیدا شود و همین ماه از عذاب و عقوبت ها برد. در وقتی پیش میگفتن بابا ماماهای ما که وقتی که مهتابه که گرفتن زنی حامله دست به پای و به دست میبرد اما مهتاب در همونجا می اومد همین ماه اما تیفلده می اومد ما گرفتگی که ماه می اومد ماه شریف نامش میکن ماه سفر برای ماهای در ماهای سفر میشیدن همین روایت ها بود در حالت طبیعی بوده در اساس چندین سالها یک بار دوبار تکرار میشد این در اساس ترقیات طبیعی می باشد لیکن خلق ما تاجیکان و آسیای میانه گرفتن ما رو و بعضی کمبودهای در حیات اجتماعی اقتصادی تاجیک را قید کرده میگوید که گوید که حتی ما با یک کمبودها رخ دادیم بعضی مسئله های اصلاح نکردیم که حتی ما هم از ما ناراضی گرفته اصلاح